میگفت ماهی 2 میلیون فقط سوده. گفتم چجوری؟ گفت به جایی که بیام هر ماه پول فیشیال بدم، اول صورتمو خیلی خوب میشورمش با این، بعد میرم سراغ این دستگاه میکرودرم که 3 تا سری داره، مناسب همه جای صورتت هم هست، هر چی چرک تو این 1 ماه جمع شده رو کامل میکشه و یه پاکسازی خیلی عمیق انجام میده. بعدم میرم سراغ این دستگاه بخور که 150 تومن به خاطرش پول دادم، ولی میتونم ساعت‌ها باهاش پوستمو بخور بدم و حال بیاد. میگفت ولی سراغ این یکی نرو، چون کل دنیا بهش وابسته شدن. هر چی جوش سر سیاه داری تو هر جای صورتت انقدر تمیز میکشه بیرون که انگار از اول نبوده. این همه قرص ماسک 5 تومانی واسه چی؟ گفت هر ماسک خونگی که درست میکنم بدون کثیفکاری ماسک ورقه‌ای شده. این کرمم گرفتم چون هر چی جای زخم و لکه کامل از بین میبره، این روز اول میشه. دیگه هم لازم نیست کلینیک برم چون خودم یه دستگاه هایفو خونگی دارم که باهاش میتونم قبقبمو از بین ببرم و